تا حالا چند بار گفتیم بدشانس ترین کشور اروپا لهستانه. فقط هم به خاطر جغرافیشه. از هر طرف میخوای بیای توش راحته. حالا این شد بدشانس ترین کشور اروپا. خوششانس ترینش کدومه؟ شاید بعضیا بگن خوششانس ترین سوئیسه، اما نمیشه گفت، چون سوئیس یک کشور کوهستانیه و به دریا هم راه نداره و دور تا دورش هم دیواره. یعنی از لحاظ جغرافیایی قدرتی نیست، ولی جاش امنه. حالا قبل از اینکه خوششانس ترین رو بگیم، یک کشور دیگر رو باید معرفی کنیم. نروژ یکی از بهترین جغرافی‌های اروپا و حتی دنیا رو داره. به کل دریای شمال دسترسی داره. کلی منابع نفتی تو آبهاش پیدا میشه و جاش هم امنه. اما خوششانس ترین کشور اروپا نیست، چون هنوز یک نقطه ضعف بزرگ داره. خیلی سرده. خوششانس ترین کشور اروپا که در طول تاریخ همین شانس باعث شده از همه بالاتر بمونه، بریتانیاست. اگر از جنگ‌های هوایی بگذریم، بریتانیا هیچ موقع در جنگ‌ها در خاک خودش صدمه جدی نمی‌دیده، چون دسترسی زمینی سخت بوده. باید نیرو دریایی پرقدرتی می‌داشتی که برسی به این جزیره و تازه نیرو دریایی بریتانیا که اجازه نمیداد کسی نزدیک بشه. برای همین جاش امن بوده. حتی ناپل اون با اون نبوغ جنگیش بارها برنامه‌ریزی کرد که بره این جزیره رو بگیره، ولی آخر سر به این نتیجه میرسید که شدنی نیست. برای همین همه اروپا رو گرفت، اما هیچ موقع طرف جزیره بریتانیا نرفت.